بنا به اطلاع دریافتی رادیو آزادی از یک منبع با اعتماد، تاکنون از میان 9 چهره معروف که با عیبنامه تبادلات دولتی و خیانت به وطن محکوم شدند، تنها همراخان ظریفی وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان به دادگاه عالی شکایت نظارتی برده است. منبع میگوید شکایت ظریفی هفته گذشته به دادگاه سپرده شده است. در دادگاه عالی تاجیکستان شکایت نظارتی ظریفی را برای بازبینی حکم تصدیق یا رد نمی‌کنند. وکیل دفاع و نزدیکان ظریفی جزئیات این شکایت را با رسانه‌ها در میان نمی‌گذارند، اما ظریفی و چهره‌های دیگر بیشتر در شکایت کاساسیونی خود را بیگناه دانسته خواستار آزاد کردن خود شده بودند. نزدیکان حداقل دو چهره شناخته هم برای آزادی گفتند که به زودی به زینه نظارتی دادگاه عالی شکایت می‌برند. شکایت نظارتی با فرق از شکایت کاساسیونی که قبل از اعتبار قانونی پیدا کردن حکم صورت می‌گیرد، از همه مرحله‌ها و تصمیم‌های گرفته دادگاه برده می‌شود. اکنون دادگاه در دوام یک ماه تصمیم می‌گیرد که این شکایت را بررسی کند یا نه. دادگاه عالی تاجیکستان حکم این 9 نفر را که زینه اول 5 فوریه صادر کرده بود، روز 2 اپریل در مرحله بازبینی به تغییر گذاشت. هر دو مرحله دادگاه در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه پشت درهای بسته صورت گرفت. با جز رخشانه حکیمова که هفته گذشته به زندان زنانه نارک انتقال شد، همه چهره‌های بازداشته تاکنون در این بازداشتگاه نگاه داشته می‌شوند. پیوندان چهره‌های شناخته با گذشت 10 ماه آنها را ندیدند. مراجعت‌های زیادی خانواده‌ها به دادستانی کل و دادگاه عالی برای اجازه واخری تاکنون بی‌نتیجه بوده است. یکی از آنها به شرط فاش نشدنی نامش برای آزادی گفت که در وقت تفتیش می‌گفتند که تا پایان تحقیق ممکن نیست. وقتی تمام شد پرونده به دادگاه رفت، باز گفتند که بعد حکم اجازه دیدار می‌دهیم. بعد صادر شدن و حتی قوه قانونی گرفتن حکم هنوز هم اجازه واخری نیست. حالا ریاست اجرای جزای جنایتی به ما وعده داده است که بعد به زندان انتقال شدن این نفران اجازه واخری داده می شود.